مسئولان بیمارستان راضیه فیروز کرمان در رفتاری نامناسب با بیمار اصول حرفه‌ای خود را زیر پا گذاشتند. مراجعان به این بیمارستان در تماس با خبر کرمان خواستار انعکاس و نقد این رفتار ناشایست شدند. در گزارش همکارم از چند و چون این قضیه با خبر خواهید شد. موضوعی که مردم به خاطر آن با ما تماس گرفتند میتوانست خیلی راحت و بدون نیاز به پخش هیچ گزارشی حل شود، اما متاسفانه اصرار مدیر کشیک بیمارستان بر ادامه رفتارهای صورت گرفته سبب شد این تماس‌ها به تهیه گزارش منجر شود. اما موضوع گزارش چیست؟ چند شب قبل در تماس تلفنی شهروندان با واحد خبر مرکز کرمان اعلام شد در یکی از بیمارستان‌های شهر بیماری به علت نپرداختن صورت حساب از بخش مربوطه ترخیص اما در راهرو بیمارستان روی زمین خوابانده شده است تا بستگانش با پرداخت صورت حساب وی را به منزل ببرند. وابستگان بیمار هم می‌گفتند بین هزینه اعلام شده قبل از بستری شدن بیمار و صورت حساب صادر شده تفاوتی 300% وجود دارد و آنها این هزینه را برای یک عمل جراحی ساده و چند ساعت بستری بودن در بیمارستان غیر منطقی می‌دانند. اما پس از حضور ما در محل متاسفانه مدیریت بیمارستان نه تنها حاضر به توضیح نشد بلکه از ورود ما به بیمارستان هم جلوگیری کرد و ما ناگزیر شدیم به تصاویری که مردم با تلفن همراه از وضعیت نامناسب بیمار گرفته بودند بسنده کنیم و در خارج از بیمارستان با بستگان او به گفتگو بنشینیم. الان مریض شما برای چه عملی اینجا اومده؟ 60 ناخن پاشو کشیدن. چه مقدار هزینه داشته؟ دکتر گفته 150 تومن هزینه‌تون میشه. اومدیم اینجا عمل که کردن گفتن 420 تومن. چرا اومده این بیمارستان خصوصی؟ از خود دکتر پرسیدن که کجا، گفته من بیمارستان راضیه فیروز بهتره برام. اومدن اینجا. هزینه گفته بودن 150 تومن. هزینه گفته بودن 150. الان میگن چقدر؟ الان میگن 420 تومن. ما اومدیم اینجا تا گزارش خالی کنیم در مورد بیماری که هزینه پرداخت عملی که انجام داده بود نداشت، ولی خب متاسفانه همکاری نکردن و نتونستیم گزارش کاملی تهیه کنیم. آیا من بعد از مسئله ما بیماری قلبی داشته ما نمیتونیم بیمارمون ناراحتی قلبی هم داره ولی الان اجازه نمیدن ما یکی از ما به عنوان همراهی پیشش باشیم. گفتن نمیتونیم بیان داخل. به پلیس زنگ زدن، رئیس بیمارستان به پلیس گفت که بیمار رو ببریم بازداشتگاه فردا صبح دوباره بیارینش. پلیس هم گفت ما نمیتونیم، بیمار ما حق نداریم، مجرم که نیست، متهم که نیست، ما نمیتونیم ببریمشون. به هر حال پیگیری‌های بعدی ما برای شنیدن توضیحات مسئولان بیمارستان هم بی‌نتیجه ماند و تنها شاهد رفتاری بودیم که اصلاً با شؤون جامعه پزشکی همخوانی نداشت و این شایعه را ایجاد کرد که به احتمال زیاد حق با بیمار و بستگان وی است و بیمارستان پاسخی منطقی ندارد. چون مطمئن هستیم این گونه رفتارها تنها یک استثنا در جامعه پزشکی است، از پخش این رفتار نامناسب خودداری می‌کنیم.